سلام بچهای گل توی خونه محصلای نمونه. امروز قراره که من و تاهای بیلیلی بلوف بازی کنیم. بریم ببینیم کی دروغگوی بهتریه. تو این جوایی که اینجا می‌بینید چند تا آیتم نوشته شده. تو این جوایی که می‌بینید چند تا آیتم نوشته بوده. آیتم نوشتیم. نوشته بوده. چی بوده خودم؟ آیتم نوشتیم. میایم آیتما رو بچه‌ها فیلمبردار نگاه کنن. آیتما رو اینجوری می‌بینیم. به هم نریخته بود. اینجا آیتما رو می‌بینیم بلوف بزنیم که من آیا چند تا می‌خورم، آقا تاها چند تا می‌خوره. و امتیازی هم هست برای هر کدوم از آیتما 25 ثانیه مهلت داریم. اول می‌بینیم که کی انتخاب کنه. یه سنگازه یه سنگازه چی؟ چی شد پسر؟ من 19 ساله میشناسم. چی شد؟ باختی که؟ نه بگیر. این مردارم بگیره. یا داداش من اینو یه دونه‌شو میتونم بخورم. یعنی یه دونه اوکی ام. سه تا میخوری؟ من 4 تا میخورم. 6 تا. 8 تا. آقای تاهای بگیره 8 لیوان آب باید توی 25 ثانیه نلفرم 8 لیوان آبه 25 ثانیه؟ 20 داره. خب 1000 تا درخواست کرد آقای تاهای بگیری میکنیمش 30 ثانیه. تو 30 ثانیه بشم بیا پایین بابا انقدر راضی نبودم. تو آیتم باید نوش جان کنه. 3 2 1 آقا نصفش ماما تو داری میریزی. حساب نیست یه نصف لیوان حساب نیست. اینم 30 ثانیه 8 لیوان یاده داشت 1.5 لیتر آب خالی شد. بریم برای آیتم آقا تاها. الان نوبت آقای تاها بگیریه انتخاب میکنه این رای برداره سریع دیگه بابا دست نزن خودم بلد. باد شود دیده شود بلکه پسندیده شود. 3 تا هم میتونم بخورم. 3 تا از این میتونی بخوری؟ 4 تا میخوری. 5 تا میخوری؟ 5 تا 6 تا میخوری. من 7 تا میخورم. 8 تا بیا 8 من 9 تا میخورم. 10 گفتم با این اذیتت میکنم. گفتم با این اذیتت میکنم. 10 تا از بامیه متنفره. خدا لعنتت کنه. من فکر کردم خیلی حال میده. چه ویدیوی خوبیه. یه دونه‌شو من محمد خوردیم اون 9 تاست. خب قیافه‌شو نگاه. باید حرف میزنم اصلا. خب منو بخور. من باید 9 تا از اینو بخورم. 3 2 1 برو. این قدم بد نیست دیگه. یه شما خوردید. یکم خیلی داریم. یعنی 20 ثانیه وقت داری. میتونی بخوری توف کنی همشو. نمیشه اصلا نمیشه. لزجه داداش. خلطه دیگه انگار خلط داری میخوری. این آیتمو من بردم. میریم سراغ آیتم بعد. ویدیوی بعد. ویدیو تمام شد. اینت خونتون بخوابید دیگه تمام شد ویدیو. خب بری برای این فلفل تنده هاجی من میدونم. من 4 تا از اینو 4 تا
چه خیلی 4 5 5 5 یه دفعه 5 5 5 خیارشور نیست شبیه خیارشور شد قیافه هم شبیه خیارشور شد. آره 5 تا میخوری؟ مال خودت خیارشور میدونستم بجی 5 تا خیارشور داداشت تو 30 ثانیه کاری نداره. این گاو میخوره خیارشور نره بزن. از همه یارو میخوری؟ نه نزن. تو 30 ثانیه با خیارشور بخوریم. 3 2 1 4 آیتم راحتی 5 شد دیگه شد کماشو میخوای بخوری؟ باید بود بدی یا من بگم بده نشون بده نشون بده واه هایدو نمیشد 29 بود نمیشد تموم نمیشد. خیلی سفیده آیتمو برنده میشم داداش. خیارشور اصلا تو چرا نخور؟ هر روز داره خیارشور میخوره. بگو آیتمتو بردار. اسکل بلوف زد بدبخت. اینجوری نگاه حس خوبی نسبت به این دارم بخور ببین. من بخورم با چندشو بخور دیگه. خواهشم با دو تا دست باز کرد بیا چه؟ حالا ببین من این 5 تا میخورم 5 تا میخورم. آره 6 تا میخورم. من 7 تا میخورم 8 9 تا 9 تا 10 11 13 تا میخورم. 13 تا میخوری؟ مال خود قهوه‌ت میدونم. فهمیدی؟ ترشو تا ته اینجوری باز کردی معلوم شد. اون بقیده من خندیدی؟ آره کاری نداره که تو دونه قهوه هستی کاری نداره که. بخور 13 تا بخور دیگه 13 تا دونه قهوه داداشت میخوره. ولی دید شما شاهد بودید دید میخواست احمق بازی در نیاره. اینجا دروغ و دلنگ داری. آره دیگه 13 تا شد انقدر خیلی کم 13 تا من فکر کنم بیشتر باشه تو 30 ثانیه وایسا. تا خودت صبح بیداری ولی 3 2 1 اینجوری دونه دونه تو دهنت باشه من چونه چیز میکنم من همین گفتم اینقدر راحت نیست 13 تا دونه قهوه دیدی گفتم راحت بود که صداش داره میاد هنوز نشون باید بدی داشت همه داری میجایی نتونستم تو اتاق منی مانه حالا تو فهم میگه من نتونستم اوه تو کل قهوه ها رو نگه تو مشتری میخواد من نتونستم. بعدم نتونستم بازی چقدر یه دفعه مازید تو نمونده 12 تا کردی ثابتن. کسخورم من کردی مثلا احمقم داری من آیتم بگیر 2 تا آیتم مونده ببینید یه دونش فلفل دار یه دونه بادوم زمینی ببینید به کی میفته. ببینیم کدوم الان نوبت من باید انتخاب کنم. آره بادوم زمینیه تو جیب جا میشه ببین من خودم یه دونه میخورم بیشتر نمیخورم. یه دونه بیشتر نمیخوری؟ آبم همین کارو کرده دیگه مال خود فلفل دون بود حاجی فهمیدم گفتم آبم اینجوری کرد
خب منو میشناسن نمیتونم دروغ بگم. نمیخوام بدونش این نداری بدون آقا یه فلفل آقا یه لحظه به من اجازه بده. آقا اینا رو بده یه لحظه. آقا این همه فلفل تون خریده. نگاه اینا رو نگاه. حداقل دونه متوسطشو بردار بچه‌ها نگن چقدر دهن منو باز کن. خب داداش بدون داشت همه یه دونه متوسطش رو انتخاب کن حداقل. خب تو میگفتی 2 تا من یه دونه من اینو من میگم دو تا من تو میگفتی مال خودت. نه چی اسکول داداش یه دونه متوسط انتخاب کن. باش اینو بده من. این خوبه خدا وکیل دوست داشت دیگه. اینو دوست داری؟ هر تو خودت من دوست هر دارم. تو خودت بچه اگه انقدر تو کامنت هستی تو انقدر دوست داشتی؟ من آردم کوچیک دردم میاد من که بخورم تنده تو جیب جا میشه. اینو یه دسته بشورمش. نه یه آقا چیز خوبه همین همین. نه این همینو میشورم میارم اون بهش بخوره تون نبود. قطعا دوربین دوربین. بریم 3 2 واسه 3 2 ورت میتونی بدی بکنم. این نمیدونم. شله که دو 24 تا تو 17 ثانیه بود. تونه خوششر نه بابا اینقدرم دیگه تون نیست. ها بدتر کس خلاب نخور. بدتر احمد. اونو میتونه هم چی داری میکنی؟ مامان تو دارم مادرم بدیم چیکار؟ نمیدونم حرف بزنم بجو اینو بزرگ نیست. یکشو خودت انتخاب کن. اگه درست خوب انتخاب کنی منم خوبه. خدا وکیلی خوب نیست. همین یه دونه رو بخورم. همین اینم بود. یه کوچیک یه دونه همون که خودت انتخاب. من اگه کوچیک انتخاب آخه این بزرگ بده. کوچیکاش تندتره آجی. با این بدتره آجی. خب همین دوتا رو داداش یه دونه همین قدی میدی؟ بچه همین سایز خواسته بکنش. نه میخوام بچه‌ها نشون بدم. کلهشو کلهشو بکنی دردش میاد. میدونم همین سازی تو کامنت ها بچه‌ها. خب بریم دو تا کار بریم بخوریم. آره مهم بابا تو چند ثانیه میتونی دو تا رو بخوره. باید بشینی بخوری بعد میتونی بلند شی یا باش. بریم ببینیم چند تا میتونی بخوری. دو تا بخور 3 2 تازه شروع میشه. قیافه فقط قیافه کلوزآپ از ماماتا. بذار زیاد بود نامد. هی بهت گفتم. نه میشینی ها. وای حاجی منو ببین اصلا اوه تو 30 ثانیه 29 و 67 صدم ثانیه. همین بودی دو تا برای من هم بازی رو برده بودی هم منو مجازات می‌کردی. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. لایک کامنت آمادش میگیرم. نگیر یوتیوب چی بود؟